عرضم بزرگتون اگه مستقیم بخوایم بریم سر حادثه که اتفاق افتاده، من جا داره قبلش یه بک‌گراند بزنم به وقتی که تو چند مدت اخیر در ورزشگاه کشور متاسفانه شاهدش هستیم که داریم می‌بینیم بعضی از شعارهای قومیتی و بعضی از شعارهای تو ورزشگاه‌ها متاسفانه سر داده میشه. قوم شریف و عزیز قشقایی هم بعضی قاعده مستثنا نبود، متاسفانه بر علیه تیم قشقایی عده‌ای تماشاگر نما که منتسب به باشگاه تیم یاسوجی بودن، زاکسوز یاسوج بودن، شروع کردن از دقیقه 25 بازی شعارهایی دادن که در واقع شعارهای قومیتی بود و خب من دلیلی نمیدیدم که این دوستان وارد ورزشگاه بشن و شروع کنن در مقابل هوادار بیشمار همچین شعارهایی رو مطرح بکنن. خب الان اگه تصویر کاملشون بدم این یه توهینای انجام میشه بعد این تصاویر تماشاگر قشقایی از این و دوان با حال سنگ و هر چی که دارن میرن اونور که اونور تنبیه کنن تماشاگرای یاسوجی. درسته؟ ببین جناب آقای فردوسی پور، فردا روز جهانی زبان مادری هست. ما به هر حال ترک زبان هستیم و همینجور امروز گرامی می‌دارم. ببینید این هواداران یاسوجی متاسفانه به هویت ما توهین کردن در این بازی و این اتفاقی که افتاد من کار تماشاگرامو توجیه نمی‌کنم، علیرغمی که به هر حال الان آقای کرمی قطعا اینجا